ابونصر محمد ابن محمد ابن ترخانی فارابی سالهای 870 951. ابونصر فارابی فیلسوف، ریاضیدان، موسیقیشناس و دانشمند معروف تاجیک و فارس بوده. از جمله بزرگترین نماینده فلسفه شرق عصر میانگی دانسته می شود. او سال 257 هجری قمری در فاریاب خراسان واقع در افغانستان کنونی به دنیا آمده است. در جوانی برای تحصیل به شام یعنی سوریه سفر کرده در نزد عالمان و دانشمندان دور علم منطق و فلسفه را آموخته است. به زودی نام او به عنوان فیلسوف و دانشمند شهرت یافت. چون به بغداد بازگشت گروهی از شاگردان گرد او جمع آمدند. فارابی در رشته‌های گوناگون علم به همتا بود، چنانکه درباره هر علم از علوم زمان خویش کتاب نوشته است. از کتاب‌های او معلوم می شود که در علوم زبان، ریاضیات، کیمیا، هیئت، علوم نظامی، موسیقی، طبیعیات، الهیات، علوم مدنی، فقه، منطق و فلسفه مهارت بلند داشته است. فارابی توانست یک مکتب کامل فلسفه را بنیاد نهد که دیگر عالمان و دانشمندان همعصرش به او احترام بلند قائل بودند. فارابی موسیقی را دارای دو بعد نظری و عملی می‌داند و معتقد است که شاگردان اول باید موسیقی نظری را بیاموزند و سپس در سازهای موسیقی مهارت لازم را پیدا کنند. در این مورد ابونصر فارابی در اثر مشهورش کتاب الموسیقی الکبیر یعنی کتاب بزرگ موسیقی راجع بر روش جورساز کوکی تنبور با شیوه کوکی بخارایی در مقابل کوکی بغدادی معلومات داده است. آثار فارابی در علمهای منطق، فلسفه، هندسه، موسیقی، کشورداری و دیگر بخش‌ها تألیف شده‌اند. ابونصر فارابی سال 330 هجری قمری یعنی سال 941 میلادی به دمشق رفت و به سیف‌الدوله همدانی حاکم حلب پیوست و در زمره علمای دربار او درآمد. در سال 951 در دمشق در سن 80 سالگی دنیا را پدرود و در قبرستان بابوصغیر به خاک سپاریده شده است.